بر شما دوستان، آزاده زدیاری هستم. امروز همونطور که قول دادم میخوام در رابطه با بی آف براتون صحبت کنم. در دنیای انگلیسی زمانی که شما بخواید از have و has استفاده کنید به عنوان فعل اصلی، از اونجایی که مدام در آکادمیک نمیتونیم از این افعال یا پوز استفاده کنیم، میایم از افعال پرکاربردی استفاده میکنیم که در اصل بار نیتیو بودن کار ما رو بیشتر میکنن و به متن ما ساختار آکادمیک و فرم رسمی تری میدن. تو این زمینه بی آف یکی از فعلایی هستش که خیلی پرکاربرده و به معنای داشتنه. شما میتونید از ایز آف، آر آف، ور آف و واز آف استفاده کنید. کجاها استفاده میشه؟ زمانی که بخواین ویژگی ها یا کیفیت یک موضوع یا یک محصول رو بیان کنید، یک مدل رو بگید، اهمیت یا ارزش و یا دسته و ماهیتش رو بخواین بیان کنید، میتونید از بی آف استفاده کنید. مثال هایی رو من براتون آوردم که بتونید این موضوع رو بهتر درک کنید. مثلا the results are of great significance. میگه نتایج اهمیت زیادی دارن یا نتایج بسیار مهم هستن. یا مثال بعدی the issue of considerable value. این موضوع از اهمیت زیادی برخورداره یا ارزش زیادی داره. مثال بعدی وقتی میخواین دسته یا ماهیتی که اون موضوع یا اون محصول درش قرار گرفته رو بیان کنید، بازم از بی آف استفاده میکنید. The samples were of different types. مثلا میگه چی؟ میگه نمونه ها از انواع مختلفی تشکیل شدن یا نمونه ها دارای انواع مختلفی بودن یا انواع مختلفی داشتن. میبینید؟ چون از ور استفاده کردم، ور آف، دارم به صورت گذشته داشتن یا دارا بودن استفاده میکنم. خب پس در دنیای انگلیسی ما میتونیم داشتن، برخوردار بودن، اهمیت یک موضوع رو به دو حالت بیان کنیم. یا به صورت ساده مثلا the issue is important، بیایم با یک صفت بیان کنیم، و یا اون رو به صورت آکادمیک و رسمی تر بیان کنیم با یک اسم، یعنی اون صفت رو تبدیل به اسم کنیم یا قبلش از یک صفت مثبت یا قوی استفاده کنیم. مثلا the issue is of importance. صفت هایی که معمولاً بعد از ایزاف میان، عرض کردم صفت های قوی و مثبتن. مثل چی؟ مثل great، مثل considerable، مثل paramount، مثل growing، particular و صفت‌های دیگه که تو این زمینه قرار گرفتن. بعضی موقع‌ها یه سری صفت‌های منفی مثل دراماتیک هستن که اینها باز هم به معنای بسیار، همه این صفت‌هایی که من اینجا نوشتم به معنای بسیار یا به معنای زیاد هستن. و همونطور که عرض کردم بعضی صفت‌ها مثل دراماتیک چون اسم بعدشون اسم مثبتی هستن، اینجا شما اون رو هم میتونید به معنای بسیار ترجمه کنید و جزء صفت‌های اغراق محسوب میشن. یه سری مثال میتونم براتون بیارم که بیشتر با بی آف و کاربردهای اون آشنا بشید. خب مثال دقت کنید. میگه چی؟ میگه be of importance. زمانی که شما از بی آف و ایمپورتنس استفاده میکنید، موقعی هستش که شما میخواین مهم بودن رو بیان کنید. The study is of paramount importance to the field of medicine. پس داریم مهم بودن رو بیان میکنیم. میگه این مطالعه برای رشته پزشکی از اهمیت زیادی برخورداره. شما میتونید این در واقع صفت‌های مثبت رو بیارید یا نیارید. من با رنگ دیگه آوردم که بدونید اشکالی نداره اگر بیاد یا نیاد، ولی اگر بیاد به معنای بسیار یا زیاد ترجمه میشه. درست شد؟ مثال بعدی رو دقت کنید. وقتی که شما بخواید در اصل سودمند بودن رو بیان کنید، از be of benefit استفاده میکنید. The new data are of considerable benefit to students. خب میخوام بگم سودمنده. داده های جدید برای دانشجویان بسیار سودمنده. از considerable استفاده کردم. میتونم نیارم بگم سودمند. درست شد؟
یا مثلا مثال بعدی، شما وقتی که میخواین جالب بودن یا قابل توجه بودن رو بیان کنید از be of interest استفاده میکنید. مثال دقت کنید، میگه this topic is of great interest to researchers. این موضوع بسیار مورد توجه محققان هست. از کلمه بسیار استفاده کرده به معنای great. یا مثال بعدی، زمانی که شما میخواین کمک کننده یا کلماتی مثل کمک کردن رو بیان کنید میتونید از be of assistance استفاده کنید. Our results would be of great assistance in improving the data. خب میگه نتایج ما کمک بزرگی در بهبود داده ها خواهد بود یا نتایج ما کمک بزرگی به بهبود داده ها خواهد کرد. درسته؟ استفاده از be of در دنیای آکادمیک برای نگارش مقاله توی سکشن های introduction, discussion و conclusion کاربرد زیادی داره و زمانی که result discussion با همه خب شما میتونید از be of خیلی توی این قسمت استفاده کنید که بار نیتیو بودن مقالتون رو بالا ببره و اون رو یک لول رسمی تر کنه. امیدوارم که این مطلب هم براتون مفید بوده باشه. کانال یوتیوب رو دنبال کنید، ما رو سابسکرایب کنید که آموزش های بعدی مینی دوره رو از دست ندید.